عزیز خوش آمدید به استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی. اصلا ما میخواستیم در اطراف فعالیت امروزه شما صحبت کنیم، چون قبلا مثلا شما رو اکثرا ما به عنوان یک ژورنالیست و کارشناسی امور زنان میشناختیم، اما در وقتهای اخیر به حیث یک شاعر خوشقلم هم شما شناخته شدید و خود را معرفی کردید. بگید که این هنر شما از کجا و از کی سرچشمه گرفته است؟ گمان میکنم این یک اگر که خصوصیت طبیعت بگیم، این یک چیز مادرزادی است. فقط برای خودم این اهمیت نداشت. اولین شعر من اگر در نقل شعر گفتن باشه در سن 3 خوندنم در اون وقت روزنامه‌های دیواری بود در منطقه و همونجا نشر شده بود، ولی برای خودم هیچ مهم نبود. حالا میفهمم که یک چیزی است که این یک چشمه است که اون سرش بسته نمیشده است. سال‌های زیاد هنگامی که شعرها پیدا میشدن من هرگز آنها رو در جای ثبت نمیکردم. و شعر یک خصوصیت عجیب داشته است. وقتی که پیدا میشود راهش گرفته نمیشود. یک چشمه است که میرود و میرود. چون روانشناس من مطمئن و دلپرانه میگم که یکی از مشکل‌های جدی ملت ما همون حس خودبهاییشون در جای معیاری نیست. ما نسبت خود احترام و اعتقاد پورا نداریم و هنگامی که هم صحبت‌های ما در فیسبوک بسیار پیدا میشن و اونجا من به اصطلاح مزاج‌ها هم دارم. توابت می‌کردن؟ بله زیرا کار روانشناس اصلا صحبت است. برای من منبر و کارگاه و اتاق و چیزا دیگر مهم نیستن. می‌دونید من محقق ادبیات هستم و موضوع تحقیقات من شعر ترسون‌زاده بود. بارا نشستم، باز هم رفتم غرق شدم به عالم شعر ترسون‌زاده. 1 سال زیاده که من سر این رساله نشستم، برای خودم یک بهترین تحفه بود، یک عید بود. همه این شعرها رو زمزمه میکردم، زیرا هر چیز من مینویسم آهنگ داره و هر شعری که میخوانم خانوخا شعر کسی که باشه خانوخا در داخل یک آهنگ خوانده میشود. همون چیزهایی که از آنها گرفتم خب تا اندازه در فهمیش من، در شعور من، در اون درک عمیقی که انسان همیشه خودش فهم کرده میتواند در همون جا گرفته است. یعنی توسط شعر به مردم نیروی خودشان را نشان دادن، روح آنها را بلند برداشتن و زیبایی های حیات را با آنها نشان دادن که مردم دلشکسته نباشن، راه افتاده نباشن. خیلی خوب مثلا اینجا قید کردید و از درگذشتی همسر خود یاد آوردید و ما میدونیم که همسر شما مثلا دانشمند معروفی علم فیزیک رو شما خیلی بر وقت از دست دادید و میتونم گفت که همین غصه هم تو اندازه برای شعرنویسی شما باعث گشت. خونه 4 سال باز از من طرفش نمیروم. یک بخش اساسیش همین هم هست و یک نام زیبا هم داشت. شرفی دیدن او چند مرا بود نصیب، شرف صحبت او چند مرا بود نصیب. یک سلسله شعرها است که غمها اونجا است، ولی غم رو با شعر گفتن اگر شعر درمانی برای شاعر باشد، شادی رو با مردم گفتن شعر درمانی برای مردم است. اون شعرهایی که غم هستند، اون شعرهایی که سراپا معصیه هستند، یک سلسله دیگر برای عزیزان دیگر هم هستند. اونجا من همیشه شد روزگار که در دوام 9 سال من 14 نفر پاره های جگرم از دست دادم، پای در پای میشه رفتن. گفتید مجموعه شعرهاتون که شما 4 سال اینجوری سویشان نمیروید، یعنی معلوم میشد که شما میخواید که همین مجموعه شعرتون در شکل کتاب نشر کنید؟ دارم یک تعدادی بسیار اندک، کم 50 دونه از 100 دونه از باشه، برای که چیزی که خدا داده است اونجا باید ثبت شود، به خاطر که باید در پیش خداوند خدمت کرده باشه. خواستم ولی پسرم همراه رفتیم، من گفتم که ببینید مصلحت کنیم مثلا مقابل که چه خیلی باشه. گفتم مادر جان برای چی خودتون عذاب میدید؟ شعر به کی لازم است؟ اون شعر کسی نمیخونه. برای من باشه دارم کامپیوترتون کفایه است، شاید یه وقت خونم و حالا میل خوندن شعرتون هم ندارم، برای من خود شما کفایه است. گفتم باشه، همین گپ باعث شد که من دیگر طرفش هم نرفتم.